фикр кардам ки агар вай озод бошад то ҳам халос мешавӣ. шояд ин ҳиссиёти кӯдакона бошад, аммо ман ҳамин тавр ҳис кардам. баргаштааст бин. кабутарҳо ана ҳамин хеланд. ҳамеша ба макони худ бармегарданд. ҷои соҳибашонро чӣ тавр пайдо мекунанд? мисли мо. бо инҷо. қодир? дӯстам. салом. салом. ман меравам, дер шуд. қодир, ман як хона ёфтам. ибо биё бас кун. дӯстам, бас аст охир акнун бояд меҳмонии ман ҳам тамом шавад. ман ба он хона мекӯшам. худоё тавба, ту чӣ хел бачаи якравиям? нигоҳ кун, ин хонаи калон 1000 ҳуҷра дорад. барои чӣ ту дар ин ҷо намеғунҷия? не, ҳеҷ гап не. охир ту маро медонӣ ки ман худро нороҳат ҳис мекунам. аз ин ҷо мекӯчам, ҳамаш хуб мешавад. хуб, модоме ки якравӣ мекунӣ, худат медонӣ. аммо оиди он хона аз ту як хоҳиш дорам, ибо. марҳамат. ба фикри ман бояд зуд розӣ нашавӣ, чунки баъдан хона шояд ки ба ту писанд наояд. ин барои ман хеле муҳим аст. фаҳмо, агар барои ту муҳим бошад, бо дилу ҷон. хуб. писта мехӯрӣ? барои чӣ намехӯрам, албатта. биё бидеҳ. با لذت شده است. نوشی جان، من تیار کردم. چرا آمینه نکرد؟ او چون این کرده نمیتواند. من با عشق کردم. تمام لذت ها علاوه شده است. با واخوری رفتم. واخوری؟ واخوری برای کار. واخوری برای کار؟ رقم تلفنم را در فیرمایی که کار کردم از آنجا گرفتند. میخواهند که با من کار کنند و کارخانه من تنها برای آنها استحصال کند. چی شد؟ یعنی آیا این چیز لازم بود؟ آیا این چیز لازم بود چی معنا دارد؟ آخر کمال پس از به استانبول کوچیدن به مانند ماهیه شدم. یگان کار ندارم، در خانه میشینم و انتظار تو میشوم. من خودم رو بد حس میکنم. آیا تو نمیخوای که من کار کنم؟ نه، البته میخواهم، اما حاضر نی. کمی لذت حیات را بچش. سالهای زیاد کار کردی. حالا باشد سیر کن، با دوگانه هایت وقت گذران. دوگانه چی؟ آیا من در اینجا شناسی دارم؟ سیری چی؟ لذت چی؟ حق استی، اینجا من کمی خطا کردم، بخشیش. در خانه شب نشینی کنیم؟ بسیار نی، رفیقان و دوستانمون رو دعوت کنیم. مایلش، من به اونها شناس میشوم، اما این مانعی کارم نمیشود. التماس در نزد من است. من دائما در نزد تو میستم، دائما. اما با خود کمی وقت جدا کن. کمی استراحت کن، با خانه مشغول شو. تجهیزات خانه عوض می شود، با معمارهای داخلی شناس می شوی. مایلش، با حیات نو عادت کن. بعداً البته چیزی که خواهی همیشه در نظرت هستم. تو را دستگیری می کنم، وعده می دهم که در نظر می ایستم. лабай умед. خانم مجیده. бале. خانم نیلگون با من زنگ زد. از همکاری دست کشیده است. аз ҳамкорӣ даст кашидааст? чаро? از همکاری با من. درسترش حالا با من کار کردنی نیست. ҳоло ҳамин тавра? یگان امر دارید؟ не, саломат бош. агар падари раҳматият зинда мебуд, медонист чӣ кор кунад. инҷо нишастан яктарафистат, ҳатто ба дарамо наздик шуда наметавонистед. ту ҳеҷ чора намеандешӣ, сузан?
همین خیر. اینجا گپ درباره حیات مرد میرود. شما چرا ما رو فهمیدن نمیخواهید؟ تسلیم میشوید. شوهرت رو به اختیار آنها میسپاری. آن زن به عائله ما مناسب نیست پسرم. دیده و دانسته خودت را به آتش میپرتایی. تو حالا فکر میکنی که غالب شدی ها؟ خطای بزرگ میکنی. در هر گوشه این خانه پای سوزن هست. به کدام حجره که درایی سوزن را میگیری. باید دیگر کار کنم. معلوم است که با این کارهای میده چویده حل نمی شود. این کار از پایگاهش خطا شده است. برای همین باید از پایگاهش سر کرد و ساختار پوسیده را ویران کرده از نو باید ساخت. مجیده به عملیات شروع کن. یا حاضر عمل میکنی یا هیچگاه. سوزن جان، خوش آمدی فیلیز جان. چی حال داری؟ خوبم، کارم را دوام میدهم. گوش کن. خبر را شنیدی؟ خبری چی رو؟ آنها شب نشینی داشتند. آنها؟ جانم، نیلگون و کمال. چه شب نشینی؟ کمال به همه زنگ زده به شب نشینی دعوت کرده است. از برای خدا زنگ زند کی میرود؟ واقعا میرفته باشند؟ از روی شنیده هایم همه آنجا تشریف میآورند. وای وای، از این بر می آید که عائله دوست داشته‌اش را شناس میکند. خانم مجیده زنگ میزند، انیق او هم شنیده است. خبر را شنیده در حال به من زنگ میزنید. همین دور چی شده است؟ شما خبر ندارید؟ کمال در خانه شب نشینی کرده نیست. عائله‌اش را برای رفیقانش شناس میکند. الو؟ گوش میکنم. به حرمتی از این زیاد نمیشود. تو آرام باش و آماده شو. با چی آماده شوم نفهمیدم. به شب نشینی میروی. چی؟ من چیکار دارم؟ میروی. حالا کار دارم. خیر. از آن شما رو ببینم. بین، از همدیگر قریب که فرقی ندارند. فرقی ندارد؟ کوبامنده؟ نگاه کنید، در اینجا چی نوشته شده است؟ ایپک چی؟ در اینجا چی؟ اویله دار. فرق است. اصلا این یک پاره کاغذی عادی است، اما کس تا مثل ما عذاب نکشد قدر این کاغذ را نمیفهمد. در مراسم ختم دانشگاه شناسنامت را به من نشان داده داد زده بودی. آن کارت به من سخت رسیده بود. در حقیقت ما ایپکچی شدیم ها؟ حسرت ایپکچی شنیدنش به گوش فورم است. شما را بسیار دوست می‌دارم فرزندانم. گوش میکنم مادر. وقت داری؟ بله. در نظرت کسی هست؟ اهل عائله. عائله دوست دارد؟ خب خیر مادر. خاموش نکن، گپی مهم دارم. باید با تو صحبت کنم، لیکن عائله دوست دارد نفهمد. این چی گفتنیگه؟ بسیار مهم گفتم. به مهمان خانه بیا. اگر وقتم شود میآیم. در آنجا تو را انتظار میشوم. مهم است. امیدوارم آخرین است مادر. تنجی است؟ چی شد؟ نه هیچ گپ نه. با مادرم وا میخورم. بعدا صحبت میکنیم. تامر سلام. سلام مجیده مادر، چی حال داری؟ از تو خفم پسرم. من چی کار کردم؟